مطمئنم شما هم مثل من به این موضوع فکر کردین که مگه میشه این همه اعتراض، این همه کمبود، این همه آرزوهای برباد رفته جوانها و شرمندگی پدر مادرها رو مسئولی ندیده یا نشنیده باشه؟ قطعاً بهش فکر کردین. ولی استاد شجریان یه جایی خیلی قشنگ میگه. به تو حاصلی